اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. سخنگوی امارت اسلامی آقای ذبیح‌الله مجاهد میگوید بر اساس فرمان عالی قدرت امیرالمؤمنین حفظه الله برای ولایات بغلان، فاریاب و خوست شورای علما تشکیل شد. وزارت زراعت میگوید دوای تاریخ تیر شده و بی‌کیفیت در ولایت ارزگان از بین برده شد. الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین در نشست هماهنگی استراتژیک ریاست‌های مرکزی و ولایتی تاکید کرد که کمک‌ها باید با هماهنگی وزارت امور مهاجرین توزیع گردد. یک سرک به طول 340 متر با هزینه 4.5 میلیون افغانی از سوی شاروالی کابل در ولسوالی قره‌باغ کابل ساخته شد و توسط شیخ محمد قاسم خالد والی کابل به بهره برداری سپرده شد. وزارت امور داخله میگوید حدود 160 داوطلب برای بسته‌های قراردادی ریاست پاسپورت از طریق رقابت آزاد در امتحان شرکت کردند. دی افغانستان بانک میگوید روز شنبه هفته آینده از طریق داوطلبی 15 میلیون دلار آمریکایی را به گونه لیلام به فروش میرسانیم. وزارت فواید عامه میگوید کار اعمار شهرهای کندهار ارزگان جریان دارد. از سوی شاروالی کابل طرح عملیاتی نظم شهری در مناطق مختلف ناحیه سوم تطبیق گردید. منصوبین حوزه 15 قماندانی امنیه کابل 2 تن سارق را با یک اراده موتر سرقت شده دستگیر کردند. یک چاه آب آشامیدنی در مربوطات ریاست مرکزی هلال احمر افغانی به بهره برداری سپرده شد. ستر محکمه میگوید در ارزگان به اساس فیصله محاکم برای 23 تن مجرمین جزای تعزیری تطبیق گردید. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز یا فردا در مورد تعطیلی پوهنتون‌های قشر اوناس تا اطلاع ثانوی نشست وضاحتی برگزار خواهد کرد.